پیش مدیتیشن حلقه 12 ارائه شده توسط کانال حلقه 12. کرایون 11 نوامبر 2020. درود عزیزانم. کرایون هستم از خدمات مغناطیسی. دوباره میگویم که روح خدا سرچشمه آفرینش، هر چه که آن را مینامید در یک کمد نیست. و منظورم این است که آنچه که شما خدا مینامید در همه جا و در همه زمانها حضور دارد و میداند که شما چه کسی هستید، چه میکنید و چه حسی دارید. یک خدای دوست داشتنی زیبا که همه چیز را میداند. برخی این موضوع را میدانند و آن را آموزش میدهند. من میخواهم شما این حقیقت را بدانید. این گونه است. من در آن سوی این پرده هستم و هرگز انسان نبودم و به شما خواهم گفت چه چشم اندازی اینجاست. همه چشم ها اینجا به روی شکوه ارواحی که روی این سیاره زیبا هستند خیره شده اند. حالا برای شما چه معنایی دارد؟ این بدین معناست که اینجا کمک هایی دارید. بیش از آن الهاماتی وجود دارد. اکتشافاتی وجود دارد. انسانها شروع به حرکت به درون انرژی جدیدی کرده و ما بارها این را گفته ایم. اکنون در این برنامه به خصوص، این برنامه‌ای که من به همکارم گفتم انجام دهد، همین برنامه‌ای که اکنون به آن گوش می دهید، در این مدیتیشن های حلقه 12 شما در حال انجام کاری هستید. این کار عبور از روی یک پل، از شناخته ها به سوی ناشناخته ها و ورود به یک مکان فرابعدی است. و آن مکان، اگر می‌خواهید مکان بنامیدش، روح شماست و ما قرار است کمی بعد به آن مکان برویم. اما این چنل پیش از مدیتیشن فرصتی برای من است تا دستورالعمل‌ها و آموزش‌هایی به شما بدهم. برخی از آنها گیج کننده خواهند بود، اما من از این چنل‌های پیش از مدیتیشن به عنوان سکویی استفاده می‌کنم تا به شما کمک کنم تا معانی آنچه که بعداً در مدیتیشن وقتی واقعاً توانستید از آن پل عبور کنید روی می‌دهد را درک کنید. بخشی از تکامل و بلوغ انسان که من آن را سیر تکاملی آگاهی می‌نامم، که البته شما به سوی آن در حرکت هستید، شامل یک چشمانداز فرابعدی می شود. این همان چیزی است که در این سیاره می گذرد. این دلیل بسیاری از اتفاقاتی است که برای شما روی می دهد تا شروع به پاکسازی یک پارچگی کنید. شما دارید از هوشیاری و آگاهی بالاتری برخوردار می شوید. وقتی شما انسان‌ها به طور جمعی در طی نسل‌ها از آگاهی بالاتری برخوردار می‌شوید، وقتی به عقب و گذشته بنگرید و کارهایی که در گذشته انجام می‌دادید یا کارهایی که همکنون انجام می‌دهید را ببینید، خواهید گفت پس ما از لحاظ آگاهی مانند کودکان بودیم. ما اکنون بسیار پخته‌تر و بالغ‌تر هستیم و این اتفاق خواهد افتاد. برای همه کسانی که از این مسیر تکامل آگاهی گذشته‌اند این اتفاق روی داده است. بنابراین من می‌خواهم کمی برایتان توضیح دهم، زیرا شما بسیار خطی هستید، بسیار خطی. در نظر شما همه چیز یا به این شیوه است یا به آن شیوه، یا سیاه است یا سفید، یا روشن است یا خاموش. درک بسیار کمی از مسائل غیر خطی دارید. شما این گونه می اندیشید. وقتی به چارت‌های سازمان یافته‌تان می‌نگرید، این خطی بودن است. شما از بالا به پایین، سلسله مراتب و ساختمان برخوردارید. هیچ کدام از اینها در آن سوی پرده وجود ندارد. نحوه تفکر شما بسیار جالب است.
شما زمانهای زیادی سخت مشغول تفکر درباره این هستید که چگونه یک چیز میتواند همزمان در دو مکان باشد. این واقعا برای ما بامزه است، زیرا همه ما که آن سوی پرده هستیم این گونه هستیم، همزمان در چند مکان. این واقعیت آن است. شما در فیزیک هم چیزهای فرابعدی دارید که می توانند همزمان در دو مکان باشند، اما هرگز فکر نمی کنید که ممکن باشد. من قصد دارم درباره موضوعی بسیار قابل توجه و بسیار زیبا با شما حرف بزنم که تقریباً هیچ کدام از شما آن را درک نمی کنید، زیرا به آن شکلی خطی می اندیشید. بیایید در مورد فقط یک موضوع صحبت کنیم. موضوعی که برای این جلسات بسیار اهمیت دارد. روح شما چیست؟ چه شکلی است؟ برخی خواهند گفت که روح وسیله معنوی و الهی است که تمام وجود شما را در خود حمل می کند. ما گفته ایم که این روح شما در یک مکان به خصوص نیست که شما آنجا بروید و به همین دلیل ما این جلسات حلقه 12 را انجام می دهیم. ما در این برنامه ها از پل خطی بودن عبور می کنیم و شما به یک مکان می روید، زیرا این تمام امکانات شماست. مکان تنها لغتی است که شما دارید و به معنای رفتن از یک قسمت به قسمت دیگری است. اما شما واقعاً به یک مکان نمی روید. شما وقتی از آن پل عبور می کنید به همه جا می روید. زیرا روح شما در همه جا حضور دارد. فرابعدیت به این شیوه است و شما می گویید من این را باور ندارم. این برای من سخت است که باور کنم ما نمی توانیم چنین کاری کنیم. جالب است. شما با این فکر که خدا همه جا حضور دارد و یا میلیاردها دعا را همزمان با هم می شنود و همزمان شفا می دهد و غیره مشکلی ندارید. اما هنگامی که در مورد شما این را می گوییم، حتی با اینکه شما آفریده ای از همان خدا هستید، باز هم نمی توانید باور کنید. عزیزانم، روح شما بخشی از سرچشمه آفرینش است. بنابراین زمانی که شروع به کار کردن با روح خود می کنید، باید بفهمید که آن بسیار بسیار بزرگتر از آنی است که هیچ کدام از شما تا به حال فکر کرده است. من می‌خواهم درباره یکی از گیج کننده ترین موضوعاتی که تا به حال درباره روح شما به شما گفته ایم با شما حرف بزنم. و ما این موضوع را اشتراک روح می‌نامیم. و همکنون اعتراضاتی به این موضوع در شما هست، زیرا تصور کلی شما از روحتان این است که آن یک وسیله ارزشمند حمل انرژی است و بنابراین شما چگونه می توانید روح خود را با دیگری به اشتراک بگذارید. اما این یک فرایند تفکر خطی است. شما درک نمی کنید که چگونه در اشتراک روح هنوز می توانید خودتان باشید و در عین حال روح خود را با روح دیگری به اشتراک بگذارید. شما قدرت درک این را ندارید. قداست شما همیشه قداست شماست. به خاطر به اشتراک گذاشتن روحتان، قداست یا انرژی روح شما کاهش نمی یابد. چیزهای بسیاری در این سیاره هستند که شما از آنها سر در نمی آورید و با حیرت از آنها سر خود را می خارانید. یکی از آنها که قبلا درباره‌اش بحث کردیم، جنبه‌های فرابعدی DNA دوقلوهاست. فرض کنیم برای یکی از قلهایی که در آن سوی زمین در مسافت بسیار بسیار طولانی از قل دیگر است، اتفاقی افتاده باشد. در آن سوی دیگر سیاره قل دیگر آن را حس خواهد کرد. حالا شما با عدم اهمیت فاصله روبرو هستید. کمی در همتنیدگی و پیچیدگی DNA.
یک اثر کوانتوم گویای آن است که DNA شما به عنوان یک انسان فرابعدی است. اما این عجیب است، اینطور نیست؟ و این شروعی است که به شما نشان می‌دهد که روح شما احتمالاً ظرفیت خیلی بیشتر از آنچه که می‌اندیشید دارد. سوال: آیا دو قلوها یک روح مشترک دارند؟ پاسخ این است: نه. آنها کاملاً و تماماً روح‌های منحصر به فرد خود را دارند، اما آنها یک DNA مشترک و بسیار شبیه به هم دارند و بنابراین شما به این قیاس منطقی می رسید که شاید اینجا چیزهایی بیش از آنچه می اندیشید یا می فهمید وجود دارد. اشتراک گذاری روح. بیایید در مورد یک استعاره 3 بعدی یا 4 بعدی که شما درک کنید حرف بزنیم. اجازه دهید فرض کنیم که روح شما آن بیرون است. شما می توانید از آن به هر شیوهی که بخواهید عکس بگیرید. بگذارید فرض کنیم که روح شما یک حباب است و بگوییم که این حباب محتوی عظمت و شأن والای شما، همه آنچه که هستید، همه زندگی‌ها و تناسخ‌هایی که هر کجا داشته اید است. روحی که ما قبلا برای شما توصیف کرده ایم ازلی و ابدی است. یعنی نه خلق شده است و نه پایانی دارد. آیا این را می‌فهمید؟ شما این ویژگی ازلی و ابدی بودن را تنها به سرچشمه آفرینش خدا نسبت می‌دهید. اما روح شما نیز چنین است. پس شما ممکن است تصور کنید که درون روح شما هر چیزی که تا به حال بوده است وجود دارد. اما آن آگاهی شما همیشه خود شمایید. مهم نیست که چه چهره‌ای داشته اید. مهم نیست که چقدر اینجا بوده اید. این شمایید. این عظمت شأن شماست. این بیانگر گرانبها بودن شماست و شما آنجا درون آن حباب کوچک روح هستید. پس یک روح جلو می آید و می گوید من واقعا دوست دارم که این سفر را با تو شریک باشم و شما می گویید بیا داخل و حالا حباب بزرگتر می شود و شما 2 روح را با هم ترکیب نکرده اید که یک چیز عجیب غریب بسازید، بلکه شما 2 حباب هستید درون یک حباب بزرگتر. آیا به این شیوه خطی این موضوع را می‌فهمید؟ همکنون شما تازه اشتراک روح را درک می‌کنید. این حباب بزرگتر ممکن است که یک حباب به نظر برسد، اما هر دوی شما سوار بر آن هستید، مانند یک ماشین. دیگران هم پیش می‌آیند و می‌گویند می‌دانی منم دوست دارم که این سفر را با تو به اشتراک بگذارم و شما میگویید بفرما بیا داخل. حالا شما یک حباب با صندلی‌های بسیار برای حباب‌های بسیار دارید. اشتراک گذاری روح این چنین است. اکنون من چرا اینها را گفتم؟ وقتی از پل و مه می‌گذرید و به آن مکان می‌روید و من شما را به درون معبدتان دعوت می‌کنم و ناگهان دیگرانی را آنجا می‌بینید، باید این موضوع اشتراک روح را بفهمید. برخی پرسیدند چگونه این دیگران درون روح من هستند؟ من همین الان به شما گفتم. اشتراک گذاری روح این گونه است زیرا در آن مکان، در آن سوی پرده هیچ انفرادی وجود ندارد. همه ارواح در یک حباب هستند. همه ارواح در عین حال که مستقل هستند با یکدیگر به اشتراک گذاشته شده اند. برای موضوعی که ژرف‌ترین و عمیق‌ترین معانی را دارد آماده اید؟ ما به شما قبلا گفته ایم شما یک توافق به اشتراک گذاشتن روح با خانواده‌تان در اینجا روی زمین دارید. هنگامی که این مکان به نام زمین را ترک می کنید، شما فکر می کنید که به مکان دیگری می روید. برخی از شما به تناسخ اعتقاد دارید و می گویید خب من دارم برای زندگی بعدیم آماده می شوم. و بله، شما دوباره متولد می شوید و دوباره متولد شده اید. بارها بخشی از شما دوباره بر می گردد.
اما بخشی از شما با کسانی که دوستشان داشتید میماند. به اشتراک گذاری روح به کسانی از شما که مادر، پدر، عموها یا مادر بزرگ و پدر بزرگ و خاله ها و دایی ها و عمه هایی از دست داده اید میگویم که آنها هنوز اینجا با شما هستند، زیرا آنها یک توافق با تبار شما دارند. آنها تا پایان با شما خواهند بود. شما نیز با فرزندان خود یک توافق دارید. شما تا پایان آنها با آنها خواهید بود. به این اشتراک گذاری روح گفته می شود و تقریباً هیچ کدام از شما از آن استفاده نمی کنید. بسیار عمیق و ژرف است، زیرا شما از طریق آن به نیاکان باستانی دسترسی دارید. شما به آنها از این طریق دسترسی دارید. شما به عشق آنان که دوستشان داشتید و آنها را از دست دادید به شیوهی متفاوت دسترسی دارید. بگذارید از آنان که اخیراً کسی را که دوست داشته‌اند از دست دادن چیزی بپرسم. آیا آنان را حس می کنید؟ آیا این حس بخشی غم و اندوه نیست؟ نه فقط غم این که آنان را از دست داده اید، بلکه به نوعی شما می دانید که آنان هنوز آنجا با شما هستند. آیا آرزو نمی کردید که می توانستند با شما حرف بزنند؟ آنان به روشی فرابودی از طریق عشق و دلسوزی و یادآوری می توانند با شما حرف بزنند. نیازی نیست که روی دیوارها چیزی بنویسند. این را فراموش کنید. چرا اینقدر پختگی و تکامل نداشته باشید که این احساسات و مکالمات را با عزیزانی که روحشان را با عشق با شما به اشتراک گذاشته‌اند داشته باشید؟ آنان با شما در یک حباب بزرگ هستند، اشتراک گذاری روح. این آنچنان ژرف است که در این سیاره قابل درک یا استفاده نیست و شما در اثر مرگ عزیزانتان دچار غم و اندوه و سوگواری می شوید. برخی حتی رنج می کشند. زیرا شما فکر می کنید که خرد یا رهبری را از دست داده اید. نه واقعاً. بسیار بیشتر از این هاست. من درباره آن باز هم خواهم گفت. این موضوع بسیار با اهمیت است. من کرایون هستم و عاشق همه شما و این چنین است.